در استراتژیکی ترین نقطه خلیج فارس و در کنار تنگه هرمز، جزیره بزرگ قشم با طول 115 کیلومتر و مساحت 1650 کیلومتر مربع قرار گرفته است. وجود سواحل عمیق در اطراف جزیره، ساخت اسکله‌های ویژه پهلوگیری کشتی‌های با توناژ بالا را سهولت می‌بخشد. به عنوان نمونه، اسکله کاوه در فاز دوم قابلیت پهلودهی به شناورهایی با ظرفیت 100,000 تن را داراست. جزیره قشم در نزدیکی بازارهای شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس و در مسیر عبور نفتکش‌ها و شناورهای بزرگ قرار گرفته است. به این ترتیب این منطقه ظرفیت بالقوه بالایی برای خدمات رسانی گوناگون به شناورها و سرنشینان آنها را داراست. سوختهی به کشتی‌های عبوری یا بانکرینگ از پروژه‌های مهم و بین‌المللی قشم است. وجود منابع انرژی ارزان قیمت از جمله ذخایر سرشار گاز طبیعی در جزیره قشم از دیگر مزیت‌های اقتصادی این جزیره است. به طوری که همکنون پالایشگاه گوزن قشم روزانه 2 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌نماید. فراوانی نیروی کار ماهر و نیمه ماهر جزیره قشم را از جهت توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی مستثنا کرده است. در این زمینه کارخانجات متعددی در قشم شروع به کار نمودند و پروژه‌های بزرگی همچون نفت‌سازه یا NPCC در زمینی به مساحت 235,000 متر مربع در حال انجام است. در زمینه حمل و نقل، فرودگاه بین‌المللی قشم آمادگی پذیرش انواع هواپیماهای پهن‌پیکر را داراست. همچنین بیش از 450 کیلومتر جاده آسفالته حرکت مطلوب خودروها را در سطح جزیره امکان پذیر ساخته است. قشم دارای امکانات و اماکن گوناگونی است، همچون 12 هتل با طیف 2 تا 5 ستاره، بازارها و پاساژهای تجاری، اماکن تفریحی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و مراکز آموزشی. و این نیز طبیعت بکر و زیبای قشم. غارهایی در اعماق کوه نمک، جنگلی انبوه از درختان تنومند شناور بر بستر آب شور دریا. و دشت‌های وسیع با صخره‌های اعجاب‌انگیز.